در پی امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و هند برای توسعه بندر چابهار، وزیر حمل و نقل هند و هیئت 16 نفره همراه وی در بازدید از اسکله‌های این بندر زیر اسکله‌ها را بررسی کردند. وزیر حمل و نقل و کشتیرانی هند همراه با هیئتی از مقامات این کشور امروز از زیرساخت‌های اسکله شهید بهشتی چابهار بازدید کرد. نیتین گادکاری با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه اخیر بین ایران و هندوستان از آمادگی کشور هند برای تکمیل زیرساخت‌های توسعه اسکله شهید بهشتی چابهار با هدف بهره‌مندی کشورش از ظرفیت‌های این بندر خبر داد. Logistic is very good and as far as ما در حال حاضر یک یادداشت تفاهم امضا کردیم که تا 1 سال دیگه برنامه هست اینجا تکمیل میشه، ولی ما قبل از 1 سال کارمون رو شروع می‌کنیم که کارهای مقدماتی با توسط دولت جمهوری اسلامی را انجام شده، ولی در مورد مسائل تکنیکی و مسائل فنی تمام تجهیزات خریداری میشه و به اینجا آورده میشه برای به انجام رسوندن این طرح. It can be very useful for the progress and development of this region. مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان هم گفت مرحله اول طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار با 57% پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و قرار است با همکاری طرف هندی تا نیمه سال 95 این طرح تکمیل شود. با طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بندر از 2.5 میلیون تن به بیش از 6 میلیون تن در سال افزایش می‌یابد.